салом бинандагони азиз, барномаи суҳбати рӯзро аз телевизиони илм ва табиат тамошо мекунед ва имрӯз мо бо як нафаре суҳбат мекунем ки пешаи хоҷагидориро ба худ касб карданд ва яке аз мубаллиғони бевоситаи ин соҳа ҳастанд. Искандар Розиқов имрӯз меҳмони барномаи мо ҳастанд. хушомадед устод. то ҷое медонем муддати чанде ҳаст ки шумо ба кори деҳқонӣ ё хоҷагидорӣ машғул ҳастед. خب سبب اساسی روی آوردن به همین کار در چی است؟ چرا دهقانی یا خواجگیداری رو پیش خود کردید؟ وقتی که نفقه برآمدم یک تا باغ بنیاد کردم برای هوس دلی خودم. باغ رو در 40 سوتیق بنیاد کردم. از ترسونزاده قلمچه آورده او رو ریشه دار کرده برده شوندم. 5 سال پس نگاه کردم که یک انگورای همین سیاه سیاه که با اصطلاح انگوری سگک میگویند، هم خیلی انگورها برآمد که با یگان ارزش هم ندارد تروش. بعد در اینترنت تماشا کرده سالهای کی بود 2011 بود اینترنت تماشا کرده یکی دیدم که اوکراینه با انگور پروری بوده و انگور رو پیوند کرده استودن. حیران شدم و با مانند همونها انگوری در کاری رو دیده پیوندش رو گرفته آورده پیوند کردم، پیوندم گرفت و انگور خودی همون سال بست. دیدم که نتیجه داد. بعد دلم گرم شد و باغ رو آستا با راه پیوند دیگر کردم و دیدم که در جهان دیگر نمود انگورا بوده است. با هر راه اصول، با راه پولکی، با مقصدی که در تاجیکستان هم رو بسیار کنیم و آوردیم و نتیجه هم نوئل گشتیم. از جهت کشمش اواتر امریکایی دیگر کشمش رو آوردیم تا اینکه انگورزارهای ما بهتر گردد و انگورهای صادراتی بسیار شود. چون که بسیار انگورهای ما صادراتی نیستند. انگور صادراتی ما یگانه همین انگوری طایفی می باشد که خاصیت ایستادن را دارد، خاصیت راه رفتن را دارد، یعنی که راه خودش نه راه بردن را دارد. دیگر میوه ما از اون خصوص حسینی ما که بهترین انگور است، جوسی محلی ما که بهترین انگور است، خاصیت ایستادن و انتقال را ندارند. برای صادرات باید ما میوه بهترین دنیا را پرورش کرده انگورهای صادراتی و دیگر میوه صادراتی رو کنیم و همین طریق ذوق من بسیار شدن گرفت. چون که در خونی من بود از کودکی من در همین خانه کلان شدگی هستم. اون وقت خونه پدری بود لوی خانه. ساعت 4 سحر میخستیم از پس کار میشدیم. انا مادرمون قایماق روی شیر رو میداد میخوردیم و بعد میبروندیم علف میدرویدیم، سیب میچیندیم، پامیدور میچیندیم، بودرینگ میچیندیم، تخم مرغ جمع میکردیم، آلوچه میچیندیم و زردالو همین رو برده با بازار میفروختیم و پولی لباس ها و لباس کتابی سنتبری ما در تابستان جمع میکردیم و سنتبر لباس تازه و کتاب نسختی میرفتیم. همش با پول بود، دفتر روچکه همش رو میخریدیم. یعنی خودمون با مهنت خودمون از همون وقت در خونی ما علاقه مهنت جا شدگی بود و هازم بی مهنت نمیتونیم. هازم ساعت 4-5 سر بعد خسته از پس مهنت شویم و همین خیلی خوجگیداری پیشرفت دیدم که پیسته کاری بهترین بود است در دنیا. پیسته فایده بهتر دارد و دیدم که در تاجیکستان چقدر زمین های بیکار خوابیده است که آنها رو ما باید باغ کنیم، بیابان ها دشت ها رو باید پیسته‌زار کنیم. بعد سال 2018 یا 19 بود یک گروه اینترنتی انگور و باغ شدم. استاد دیدم که خلق ذوق ما بسیار شد، بسیار خلق سوال و جواب شد. بعد کمر خدمت با خلق بستیم و اویدی پرورش انگور چقدر خودم میدونم به خلق فهموندیم که چقدر پرورش کنیم. همه خلق انگورش هر سال میکفد کسل جل زدگی میشود. اول دوا دارد برای مهنت کردن در کار. بعد 3 سال پی در هم ترکیه رفتیم. ترکیه رفته از آنجا نیول های بهترین رو من خریداری کرده آورده به خلق دسترس کرده فروختیم. از اون جلو پیسته ها رو که پیشش در ناحیه بابا جان غفور امسال پیسته ترکی به حاصل در آمد. یکم حاصل دستمون رو دیدیم و امروز ما باز مقصد گذاشتیم که همون نیول هایی که آوردیم علاقه مادریش رو آوردیم ما سبزانیدیم نیهولیستانی خودمون رو آباد کنیم و همون نیول ها رو در تاجیکستان تک پیوند ها رو در تاجیکستان تک پیوند های بهترین است از سیب M9 قد پاس پکانه M106 M111 نیم پکانه که بهترین تک پیوند های هستند که در یک هکتار 300 نیهول نمیشنوید و 1250 نیهول میشنوید. یعنی که استحصال میوه شما بسیار میشود. آوردیم
تک پیوندی بهترین گیلاس رو آوردیم از این بهتریناش رو آوردیم زیاد کرده ایستادیم که یاد گرفته ایستادیم از بالای خود کار کرده ایستادیم تا اینکه ما یاد گیریم همین چیزها رو همین محصولات رو در وطن خود کرده بر خلق خود با نرخ نسبتا ارزان صفتا خوب پیشنهاد کنیم و کفالت داده به خلق پیشنهاد کنیم. یعنی شما وقتی که همین پیشه دهقانی یا خواجگیداری رو به خود کسب کردید در همین مدتی که فعالیت کردید ثمره کار خودتون رو دیدید؟ بله دهقانی اگر شما از صدق دل تکیه به علم نکنید با علم ها هم صحبت شده طبق علمناک اگر باغداری نکنید شما برکت نمیابید. یعنی علما باید هر چیز اساسناک هر یک کار در زمینه علم باید شود در زمینه علمناک باید شود. یعنی اونهایی که بعضا شکوه میکنند که درختان ما نسبزیدند یا که حاصل کشته ما مثلا نتیجه نداد شاید همین سبب باشه. وای سببش گناه در خودشون است چون که همون رفتار رو همون پرورش رو علمناک نکردن. توصیه متخصصان سری وقت غذاش رو تیه غذا گفته چی رو در نظر داریم ما میخوریم خوراک در بدن ما همه ویتامین ها باید باشه نه A B C D کلسی همش همون درخت هم همین خیلی باید در بخیوه ما هم خیلی غذاتی هم که کلسی داشته باشد کلی داشته باشد فسفر داشته باشد آزاد داشته باشد میکرو ماکرو ارگانیسم ها باشد و آب باشد بریش های سری وقتی باشد و پوشیدن دورباری های زهر خیمیکات های ضد کسلی باشد اگر شما از وای درخت بهترینش رو میگیرید و میوه بهترین رو حاصل میشوید. شما یک اشاره کردید اما میخواهم مفصلا بگویید که این کاری که کردید با مقصدی فکر میکنم یگان نتیجه خوب بود. آیا شما با هم هدفهایی که در اول گذاشتید امروز رسیدید در همین سمت خواجگی؟ هدف اول در همه دور و زمان در همه کار به دست آوردن مبلغ است تینج کردن زندگانی هست تأمینات خانواده خونه هست به وای رساندن فرزند از خونه دور کردن و خونه ساختن و درس خواندن هست. دویمش وقتی در همه اینترنت به من رحمت میگویند برای این کارهایم کو من الهام میگیرم همین قدر درس هایی که میتیم همش به پول است کو من صرف میکنم جانم رو صرف میکنم وقتم رو صرف میکنم عمرم رو لیکن این به من یک چی گویم برای خلقی هست همین صرف میکنم برای خلق که هست دانشمندانی که برای هر یک سخن پول طلب میکنن هست کتابش پول است سخنش پول است وقتش پول است به پول گپ نمیدن از استوده در نزد من تلویزیون چون که وقتش پول است لیکن من اکنون عادت کردم که همین خیلی گپ زنم خلق باید همش یاد گیرد برای که همه پول ندارد کو اکثریت به پول است کم پول است باید یاد گیرن باید خواجگی رو یاد گیرد لااقل در خانه خودش یگان لوی پیاز لوی گشنیج لوی پامیدور کورد و زندگیش رو پیش برد و بازار نرود این خوب نیست. البته حاضر پامیدور میکورد پامیدور هم یک ماه پس بلند میشد همش خشک میشود برای چی برای که نمیدوند بیچاره هوایی که این پامیدور برای چی برای که تجربه ندارد وای دانشگاه اگراری نخونده است و باید ما باید با طریق اینترنتی رسانیم که بچه این دورو رو زن تا اینکه این کسل نشود. مقصد هر یک خواجگیدار هر یک دهقان رویانیدن حاصل خوب با صفت و فراوان است. خب شما در همین حدود 80 سوتیخ زمینی که داشتید ما دیدیم در همینجا نوهای گوناگونی میوه ها و سبزوات و دیگر پالزی ها کردید. برکت خیلی است در این مدت فعالیت. از این 80 سوتیخ خود من برکت نیافتم فقط ضرر دیده ایستادم لیکن من دست خورده نشدم دل مونده نشدم دل من گرم است چون که من اکنون هر یک کار سرشوی دارد و بعد آموزش دارد و بعد در دوام همین کارتون ممکن 10 سال ها گذارد شما کارتون رو عوض میکنید سمتش رو همین باغداری در درونش با سمت دارد سمت میوه دارد سمت نهال دارد سمت علفگیری دارد سمت دیگر شده و من حاضر سمتم رو دیگر کرده ایستادم که باغم رو آهسته آهسته با نهالستان نهال خانه میگیم من اکنون نهال خانه گفتن فکرم نهالستان خوب است نهال خانه باید باشد کلمه خانه نهالستان یعنی گلستان جایی که گل است نهال جایی که نهال است نهالستان باید من کنم و نهالستان که کردم در مبین 3-4 سال من باید که موفق شوم و فایده پولی به دست بیارم. زیانی که گفتید کدام زیان رو در نظر داشتید که یعنی از تا امروز فقط زیان دیدید؟ زیان دیدم نهالم خوش شد برای که نمیدونستم اون عقلی که اون تجربه‌ای که من تا بعد گرفتم نمیدونستم. زیان دیدم میوه سبزان دیدم که میوه وقتی که پخت
2 کیلوش 1 سومون میشد تابستان هیچ که نمیخرد پوسیده میرود زیان دیدم برای همین فهمیدم که میوه را کنید میوه خوش صفتش رو کنید که 10 سومون باشد 15 سومون باشد 1 سومون 2 سومون نباشد که یک کس نمیخرد حاضر خلق خوش شدگی خلق میوه با صفت رو بخرد همین میوه رو برای 2 سومش رو هیچ که نمیخرد 10 سومش رو دیده میخرن برای اوای تجربه به تجربه نشون داد که میوه رو خوش صفت کردن در کار انتخاب مردم رو به نظر باید گیریم خلق حاضر استوسه قیمت خور شد حاضر ببینید تاکسی همه تاکسی سوار شدگی درست است پیشتر همه پای پیاده میرفت پول ندارم گفته حاضر همه تاکسی نمیرسد حاضر خدا با شکر که خلق ما الان که از جهت از سطح کماقلی بیرون برآمد جهید بیرون برآمد در اساس سیاست دولت حاضر من میرم پیش مردیکار من رو 50 سوم در زوره میکرد حاضر من میرم 200 سوم در نمیبیاد بوقی من کار کند چقدر علاقه بالا رفت سطح زندگی یعنی همین نتیجه همین تلاش این نتیجه همین سیاست دولت است نتیجه راهبر دولت است که سطح زندگی بالا رفت و آدم‌ها ببینید همش در خونش 1-2 ماشین است همش علاقه میوه چیز محصولات خوشروی بازه قیمت میخوان خورن این بهترین کار است چیز دیگری که امروز برای خواجگیداران و دهقانان بسیار مهم است میخوایم بفهمند که مثلا همین فصل گرما غیر انتظاری که هست بیشتر از 40 درجه گرمی است این به مال و محصولات خواجگیداران زیان نمیارد این زیان میرساند ببینید در کدام حالت یک خیلی میوه هست که آفتاب سوزان رو دوست می‌دارد انگور رو اگر چالو به رنگ ریگری کنید رنگ ترسن‌زده زیان نمیرساند تگش سیراب میکند بلوش برگ است خوشه در پایان پنهان است یگان مایده زیان نمیکند اگر همین خوشه برگ نباشد و خوشه در آفتاب رسد میسوزاند یعنی که در انگور زیان نمیرساند در آن حالتی که حالت‌های اگروتکنیکی رو رعایت کنید سیب رو میسوزاند سیبم تگی برگ باشد نمیسوزاند انار رو میسوزاند بالای این چیزها سیتکه کشیدن در کار این ضرر میرساند سیتکه‌ای که کمتر نوری آفتاب رو حمایت کند خیلی هست 50% رو کم میکند کو البته با دیگر شوی اقلیم باید که کاری خواجگیداری هم دیگر شود پومیدور رو میسوزاند اگر پومیدور زیر سایه نباشد زمین رو تیز خشک میکند آبمانی زیاد میشود آب کم است آب رو ما باید حاضر آبمانی گپ زنیم باید آهسته آهسته ما از آبمانی جویکی به آبمانی قطرگی گذاریم چون که آب نیست آبمون کم است اگر آب نداشته باشیم یک ظرف کلان مونیم و در بلندی آب مونیم آب قطرگی قطعی ما بهترین نهال ها و بهترین غذاها میگیریم با خود آب قطرگی از اون آبی که فراوان پیشنهاد میشد یا داده میشد چی او فرقتش کلان است آب قطرگی علف کم میبروید آب قطرگی همین یک جا چک کنید اگر همین قدر جو راست میرود گیر در طرف دیگر هیچ جا آب نمیرد در ریشه میرود آب جویی را مونیم اگر در بیخی نهال میرود این طرف از در زمین میرود علف میبروید و علف رو باز تازه کردن در کار علف خودروی بسیار میبروید غمه و اجریق بسیار میبروید کار بسیار میشود با محصول بسیار میشود یعنی که مبلغ بسیار صرف میشود که باید تازه کنید آب قطرگی خطی آب صرف میشود قوه برق صرف میشود پولتون صرف میشود آبمون که معاش میگیرد پولش صرف میشود چون که یک جومک رو میکشوید آب خودش رفتن میگیرد یعنی قوه کاری کمتر استفاده میشه آبمون سر کتفش کتمه مونده از سر جوی تا آخر جوی نمیرود آب کجا رفت کجا نرفته بی خشمک چکیدن میگیرد بهترین کار است علل خصوص اگر در همین دشت بیان ما پیسته‌زار کنیم حاضر تاجیکستان اگر ما پیسته‌زار کنیم یک فکری من این یک سمتی کلانی کشاورزی و صنعتی پیش میرود چون که پیسته‌زار زیاد شد زوادهای پیسته تازه‌کنی زیاد میشود صنعت زیاد میشود پیسته خارجی رفت پیسته قیمت از دلار بسیار میبیاد 1 کیلو پیسته رو ما حاضر از ترکیه اگر فریب نکنم من خودم 14-15 دلار میخرن در ترکیه خودش 1 کیلوش رو ما در همینجا کنیم و 14-15 دلار ما فروشیم و خوب نیست همین من 4 سال تشویق کرده استادم علاقه پیسته‌زارهای پیش ما کردگی با حاصل در آمدن آدمو باور کرده استادن و رو ببینید که از دسته بی آبیه خوش شده است زردالو خوش شده است بادام خوش شده است همه چی آب ندارن پیسته 2-3 سال اول آب تید و بقوت کنه دیگر خوش نمیشود آب نتید یعنی که ریشه که دوان دیگر خوش نمیشود شاید نفری هست که میخواهد که بعد از همین توسعهش با پیسته پروری مشغول شود نخست چی باید کند پرورش پیسته چگونه صورت میگیرد پیسته یک نمود یک درختی است که با
البته زمین بوی باشد غذاناک باشد بهتره که لیکن در زمینی کم بغل گفته زمینی باید در نظر دارم کم آب و کم غذا. کم آب و کم غذا سنگزور رگزور خوشزور هم سبز زمین دم میشود دو راهش است اگر هر چی تیزتر خواهد صاحب پیسته و بادام و حاصل و پول شود پیسته پیونده رو میشنوند که نرخش قیمت است از 100 تا 150 سومونی است یک نهال. اگر نه مبلغش نیست در همونجا کوفته پیسته رو پرتوید پیسته همجا میبروید پیسته رو یک مبادی 3 سال پرو ریخته چوبک زده نرم کرده گیرش علف موند و در 3 سال همین قدر میشود پیوند میکند میشود صاحب پیسته اون وقت قریبی که به پول صاحب پیسته میشود لیکن 3-4 سال 6 سالش میگذرد این خیلی تیز پول خطی و صاحب پیسته زور میشود 4 سال پیسته بهره ده میتید محصولات ندادگی میشود و سال قیمت میغلطد دو راهش است میشنونید پیوندی میشنونید به پیوند بعد میکنید پیوند یعنی اگر انسان فکر میکنم بخواد تمام این نوی کار رو در حدود جمهوری ما کردن امکان داره یعنی خاک ما هر نوی درخت و گل و گیاه رو قبول با هر کاری که همت بسته گردد اگر خاری بود گل دسته گردد درسته جوابش همین واقعا استفاده از زمین مثلا کاری سخت نیست استفاده باری کاری سخت است لیکن اگر تکنیکاتون باشد شرایط باشد کاری سخت نیست هم تکنیکا باشد کاری 100 آدم یک تا تکنیکا میکند همین نبودن تکنیکا علاقه کاری سخت است لیکن وقتی که مهر و محبت به زمین میمونید سختش نمیتونه در نظرتون من همیشه شب و روز اگر یکی نخواست بیاید و از اینترویو بیرون بینید در 45 گرادوس من با فرزندانم در زیر آفتاب کار کرده ایستادیم چون که کار نکنیم نمیشود کسل میزند آفت میزند و توزه کردن در کار علفش توزه کردن در کار کسلش دور کردن در کار کاری سخت است دهقانی کاری پول دهقانی میافتگی نان دهقانی نان آسان نیست نهایت سخت است ولی همین در بازار صاحب کارایی که خریده از دهقان میفروشن و بالاش 100% میمونن هوای نگاه کرده خلق دهقان رو بد میبیند که اینقدر قیمت است حالا که دهقان بیچاره تربوز رو من دیدم در اینترنت دیدم یک تربوز همین قدر در ناحیه فرخار و محمدانه 3 سومونی اینجا 20 سومونی ها بعد دهقان قیمت فروخت بیچاره دهقان 3 سومون به یک عذاب مییابد شما مثلا وقتی که درختان یا هر چی که کشت میکنید مثلا به بیماری گرفتار میشوند معین کردن یا تشخیص کردن این حالت ها چگونه صورت میگیرد نه من معین کردن کسلی ها از اینترنت علاقه خوندم آموختم به خود همین میآموزید همین هیچ کار ندارد میآموزید و در تجربه میبینید و گفتگی رسمش رو نشون دادگی عنصرهایش رو نشون دادگی عنصرهایش رو میبینید درست میگوید که بچه توبت کنه در کار همون دوره میزنید که توبت میشد یعنی که 1 سال 2 سال بعد یاد میگیرید این سال من یکمین شده در تاجیکستان اكو من پیش از من نمیدونم کردگی زیره کوریدم ولی زیره رو باد نکردیم باد کرده میگیرم از سبب بارشات کم اومدن زیره من اونقدر دلخواه نشد لیکن زیره رو گرفتم من اگر بهار سال گذشته میشد نهایت زور میشد زیره 1 کیلوش میدونید چند پول است زیره اگر در تل و تپه ها زیره کاری کنیم و زیره این محصول صادراتی است صادرات کنیم دلار بیاریم میدونید چقدر آسان است آسان بود است میکورید و مثل گندم جمع کردن میکنه مثل گندم میکورید و جمع کردن میگیرید و آورده خیرمان کردن زده میگیرید بود کردن میگیرید اونقدر مهنتی واجبی نداشت از زیره کاری بید توصیه شما رو بدونیم خب موضوعی که امروز ما صحبت میکنیم خیلی دامنه‌دار است کار دهقانی طور شما گفتید بسیار نازک است سنگین است سخت است اما اگر عزم و اراده و خواهش باشد فکر میکنم که ساده هم میشود توصیه شما همچون یک خواجگیدار بسیار موفق در سراسر کشور با اونایی که خواجگیدار هستند یا اونایی که میخواهند خواجگیداری کنند چی است وقتی شما میخواهید باغ کنید یا که یگان درخت شنونید و میخواهید همین باغ و درختان رو با همون درجه کنید که در بازار فروشید یکم انتخاب میکنید میوه‌ای که در ناحیه خودتون با فروش بروردتونید دور نبرید سرگردان نشوید رفته بازار را اول شما آنالیز میکنید آموزش میکنید که همین بازار چی هست و چی نیست که من چی باغ کنم که همین بازاری ناحیه دا فروشم سرگردان نشوم در ناحیه خودمون میوه من با فروش رود باغ کردن آسان میوه کردن آسان از همه وزبینش فروختن است با نرخ دلخواه دویمش در بازار ناحیه بازار ولایتتون رو به نظر میگیرید که چی کنم که از ناحیه با ولایت تمام کنم و بورم رو تمام کنم سیوم بازار خود ناحیه جمهوری در همینجا فروشم که من یعنی ضرورتی به بیرون برآوردن نشه آسان‌تر همینجا پول شود
اینو به نظر گرفتن در کار. اول چهارم همون خیلی میوه انتخاب میکنید که نیگوبین کرده شود. پیستا، چهارمغز، بادام این ماده اول است. خوچ این زمان از لنینگراد زنگ زده از ما یک واگن خوچ پرسیده شدن. خوچ نیست. خوچ 14 سوم 15 سوم گفتن 30 تونه یافتیم دیگر نیست. خوچ اکسو شیپونی. حاضر از لنینگراد زاود یک چای از ما خوچ پرسیده شده است که ما با 2 واگن تا زمستان 2 واگن بعد از زمستان ما میگیریم 4 واگن یابد. تاجیکستان اینقدر استحصال نمیکنه واگن خیلی اصل استحصال میکنه اینقدر نمیبراید هم تابستان میگیرن تمام میشود. خوچ، پیستا، چهارمغز، بادام چیزهایی که نیگوبینش آسان است. بعد چیزهایی که در خلادین نگاه کرده میشود. نوک، سیب. ببینید که حاضر در بازار تاجیکستان بغیر از نوک و سیب ما نوک ما نیست، نوک خارجی است، سیب خارجی است. ما سیب ما رو تا این وقت نگاه کرده نمیتونیم. ما باید نگاه کرده تونیم سیب خودمون رو فروشیم. چی به دلار رو با خارجی میبریم؟ یا زود صادرات میکنیم یا زود صادرات میکنیم یا زود ویران میشه. سیب و نوک نیست در ما. ما نشوندیدیم. یا کم است. برای که در ماه فوریه مارت تمام میشود. مرد علاقه سیب ما نمیسته. سیب ما علاقه مرد درونش پوک میشود. ما باید هم خیلی سورت ها هم خیلی نوعهایش نونیم که تو 6 ماه و 8 ماه در داخل یخدان ها ایستد و تمام سال ما باید خودمون رو از میوه خودمون تامین کنیم. و یاد شما روید بازار مغازه روید سیب خارجی اک سیب ما نو برآمد سودا است پیش از کش نوک خارجی انار از خارجی همه چی از خارجی ماندارین خارجی اپلسین خارجی نگفتن امانت که سال گذشته سال 2024 قرار حکومت جمهوری تاجیکستان قبول کرده شد که صدها نمیدونم اگر خطا نکنم یا هزارها صدها نه هزارها چند هزارها باید گرمخانه های سیتروسی تشکیل کرده شود که برای اجرای این قرار ما علاقه 3 سال هست تاجیکستان سیتروسی وادار کرده شدیم نهالی ماندارین اپلسین پامیلا رنگ خربوزه هندلک میشود که وای کمکوات لایم لیمونی سبز که چیزی با قوت از 90 سومونی هست وارد کرده ایستادیم با مقصدی تامین نمودن اهالی و نسبتا ارزان یک نهالی ما 60 سومونی بود ماندارین اپلسین که 60 سومونی یافت نمیشدگی بود که ما از خارج کشور می آوردیم ایران با کفالت میدادیم که جای خشک شدگیش ده با جای میتیم. بینندگان عزیز این بود برنامه صحبت روز و هم صحبت ما بودن یک نفر مرد بسیار زحمتکش نفری که در حقیقت بعد از چقدر کارهای سخت و سنگینی که در گذشته داشتند امروز پیشه خواجگیداری را به خود کسب کردند و نتیجه و برکت و فیضش را هم دیدند و امیدوار هستم که تجربه این نفر برای همه ما خواجگیداران جمهوری خیلی مهم و ضروری است و هدف صحبت ما هم همین بود. این مهمان ما بودن اسکندر رازیقوف و طوری خودشان هم گفتن یک صحیفه با نام انگور و باغ هم دارند که به واسطه توصیه های مفید ضروری و مهمتر از همه به پول رایگان را برای ما و شما پیشنهاد میکنند. توصیه میدیم که از آن استفاده برید و تا صحبت های دیگر با شما خیر و خوش میکنیم. سلامت باشید.